سلام وطن عزیز، امید که جور صحتمند باشیم. وطن را خوش آمدیم به کانال خودتان. دوستان از این بعد قرار است که من براتون ویدیوهای آموزشی بسازم. به طبق شما هر چی که خواستین آموزش میدم. دوستان عزیز، شما در کامنت نوشته کنین چی مشکل دارین، درباره‌اش من تحقیق میکنم، براتون آموزش میدم. انشالله که آموزش های ما 100% باشه، تو مثل کانال های دیگه نباشه که وقتی یک برنامه را آموزش میدیم مثلا 50% باشه 50% نباشه و تو نباید باشه، باید 100% باشه. دوست عزیز، ما میخوایم که به شما آموزش بدم دیگه. حالا زیاد شما رو وقتتون نمیگیرم دیگه. دوست عزیز، میریم در طرف اسکرین کاردر گوشی ما. خب دوستان عزیز، شما اول داخل واتساپ شدین، شما فقط اینی گزینه را بزنین. دوست عزیز، اینی جا که میبینین اینی گزینه را بزنین که باش براتون نشون میدم. سر بر رزیسونی ها میزنین و اینجا که زدین دوست عزیز میرین در این قسمت 3 نقطه میزنین. اون که سر 3 نقطه بزنین ببینین دوست عزیز اینجا نوشته است ایجاد کانال و شما اینجا ایجاد کانال رو میزنین، ادامه رو میزنین و اینجا نام کانالتون رو میزنین. دوست عزیز، اینجا که نام کانالتون زدین، بعد از این در پایین یک دانه برای نام کانالتون یک تایتل انتخاب میکنین، یک چیز شرح میدین. دوست عزیز، باز اینجا که از دوست عزیز شما فقط پروفایل، عکس پروفایلتون میمونین دیگه، هیچ کار نیست. اینا را که کلش انجام دادید ایجاد کانال رو میزنید دیگه. به همین سادگی من حالا فرض کنین یک چیز نوشته میکنم، فقط نوشته میکنم پابجی، تمام. این را میزنم در اینجا در من ایجاد کانال میشه. این شد ایجاد کانال. دوست عزیز سکنید که من 0 اینجا نوشته است که شما باید گفتم اطلاع آماری پس از رسیدن 100 تا دنبال کننده، یعنی این که فعال شوه به شما اینجا نشون میده که چقدر فالوور آمده چقدر فالوور نامده. دوست عزیز، مثلا چقدر نفر بازدید کرده، چقدر نفر در گروهتون آمدن، این چیزا رو براتون نشون میده. دوست عزیز، و این کانال که من لازم ندارم، دوباره میخوایم حذفش کنم. دوست عزیز، سر حذف میزنم، اینجا که میبینید دوست سر حذف میزنم، این رو میخوایم حذف کنم چون لازمش ندارم. میگه شماره بزن مشکل خواب باز حذفش میکنم. این بود ویدیو دوست عزیز، این بود ویدیوی ما دوست عزیز. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدارتان دوست عزیز. در کامنت ها هر چی که خواستین کامنت کنین دیگه، انشالله براتون